خانه‌ای برای شیرین. سیگاری آتش زد. انگشتان سفیدش را بالا آورد و طره مواج را پشت گوش گذاشت. کفش از پا در آورد و با شست پا مچ پای دیگرش را خاراند. لم به بالش مخمل سیاه داد. حجمی از هوا را به سینه برد و شروع به خواندن کرد. صدایش پرطنین بود و بم. گلویش می لرزید. مهمانهای داخل باغ لیوان در دست یا سیگار به لب جای نشستند. صدای شیرین خاطره هاشان را رو آورده بود. آواز که تمام شد کمی طول کشید تا صدای کف زدن از دور و نزدیک به گوش برسد. مردی به شانه علی زد و گفت: نگفته بودین دوستتون صدا به این قشنگی داره؟ نامزدمه. حیف که صاحب صدا پشت کار نداره. نیم دنگ صدا اینقدر تعریف نداره. مرد عینکش را بر قوز بینی جا به جا کرد و خیره به یقه باز و توردار شیرین گفت: مطمئنم من اولی نیستم که از صداتون تعریف میکنه. چشمهای سبز شیرین نگاهی درنده به او انداخت. دست بر دهان گذاشت و خمیازه کشید. بریم علی. علی حرفش را با بغل دستیش نیمه تمام گذاشت. دستور از بالا صادر شد. و با خنده ای اضافه کرد: یادت باشه دوباره که همو دیدیم از همین جایی که حرفمون قطع شد ادامه بدیم. سری هم رو به مرد عینکی تکان داد و به شیرین گفت: بریم. چشم گرداندند تا خانم صاحبخانه را پیدا کنند. خانم صاحبخانه دستش را تند در لباس گشادش تکان داد. مگه میذارم شام نخورده برین شیرین جون؟ و دست شیرین را گرفت و به داخل ساختمان برد. پیش خدمتی از کنار علی گذشت. علی اسپرینگ رولی از توی دیس برداشت و پی آنها روانه شد. زن صاحبخانه شیرین را کنار یکی از میزهای گرد توی تالار نشاند و به علی گفت: دیگه نبینم حرف از رفتن بزنید. علی که داغی اسپرینگ رول دهانش را سوزانده بود، لقمه را از این ور دهان به آن ور فرستاد و سری تکان داد و چشمکی به شیرین زد. چشمهای شیرین روی گلهای مارگاریت وسط میز خیره مانده بود. اینجا کجا و فضای تلخ و دست به دهان خانه پدری کجا؟ خیلی وقت بود خود را از اشراف میدید. از همان روز اول کم نیاورده بود و زیر چشمی رفتار جمع را پاییده بود. حالا دیگر میدانست در چنین جاهایی چطور نشست و برخاست کند. کجا بخندد و کجا بی‌اعتنایی کند. میدانست از میان ردیف کارت‌ها و چنگال‌ها و لیوان‌ها کدام را اول و دوم استفاده کند. طوری تو نقش خود جا افتاده بود که گاهی خودش هم فراموشش میشد کیست و از کجا آمده. زندگی اجتماعی شیرین با مرد مونقره‌ای شروع شده بود. مردی که تخته پرش زندگیش شد ولی خاطره تلخ آن دست از سرش بر نمی داشت. هنوز با او بود که رفت و آمد با نقاش جوان را شروع کرد. نقاش حساب بانکی مونقره‌ای را نداشت ولی اوضاعش بد هم نبود. تازه شیرین هم دیگر خیلی دغدغه پول نداشت. با مونقره‌ای کم و بیش خودش را بسته بود. از نقاش اما رنگ و بوم و ترکیب و نقاشی یاد گرفت. ولی خیلی زود مردک دلش را زد. شنید درباره‌اش میگویند مقلد است و کارهایش مفت هم گران است. شیرین که در زندگیش اهل وقت تلف کردن نبود، نقاش را ول کرد. جزام هم داشت نباید با این وضع ترک میشد، ولی شیرین حوصله آدمهای دست 2 و 3 را نداشت. اینکه چرا با آن دکتر پول درار و مشهور نماند، هیچ کس ندانست. میگفتند دکتر او را به دوستش پیشکش کرده و شیرین بهش برخورده است. علی مهندس مکانیک از دانشگاهی معتبر بود. برای شرکتی خارجی کار میکرد. حقوق دلاری میگرفت و کارش زندگیش بود.
اما خیلی زود این نفر اول کنکور مهندسی شکار شد. شیرین شد اولین دوست دختر علی و علی هم شد خدا می‌داند چندمین نرینه زندگی شیرین. صدای شما ملکوتیه. همان مرد توی حیاط بود. شیرین به قاعده زنان حواس جمع فقط سری تکان داد و تا او را ندیده گرفته باشد به بیرون نگاه کرد. می توانست بخشی از آب نما و قسمتی از چمن لگد کوب شده را ببیند. دستهای لاغر مرد با رگهایی برآمده صندلی سمت راست شیرین را بیرون کشید و روی آن نشست. شیرین کمی جابجا شد. مرد لبخندی زد و نگاه خریدارش روی خرمن موهای او گشت. پفهای زیر چشمش دل شیرین را هم خورده می کرد و خاطره دور و تلخ مونقره‌ای را به یادش می آورد. شیرین شاید کمکی از جانب علی برسد و از شر مرد خلاصش کند نگاهی به او کرد. ولی علی غرق صحبت بود. مرد بیخ گوشش به زمزمه از در و بی در می گفت. شیرین سعی کرد خیلی حواسش به او نباشد. این پیری ها را خوب می شناخت و دیگر بلد بود دم به تلهشان ندهد. اولین بار که به خانه مونقره‌ای رفت شاید 14 هم نداشت. دوست مادرش که خاله صدایش می کرد واسطه آشناییشان بود. آیا مادر هم در این آشنایی دخیل بود؟ چیزی که مسلم است هیچ وقت از اون نپرسید لباسهای رنگارنگ، عطرها و کفشها و لوازم آرایش از کجا می آید. بار اول با خاله رفت. خاله هی زیر گوشش می خواند: تا جوونی هر مردی رو میتونی نوکر خودت بکنی. شیرین که بعدش هم نمی آمد ابرو بالا می کشید. من؟ خانه مونقره‌ای تو الهیه بود. مستخدمی در را باز کرد. سرشانه و آستین‌های کتش دگمه‌های طلایی داشت. پالتو را که دست او میداد چشمش به آینه افتاد. سر و وضع و لباسش در آن خانه حقیرانه می آمد. با بیزاری سر چرخاند تا نبیند. وارد سرسرا شدند. پرده ها همه کشیده شده بودند و نور قرمزی تو فضا موج میزد. شیرین دسته موی نقره‌ای دید که روی دستش خم شد و آن را بوسید. بوی خوش توتون پیپ اتاق را پر کرده بود. خاله شیرین را معرفی کرد و شیرین صدای مرد را شنید. قوام هستم. شهرام قوام. خاله یادش داده بود چه بگوید و چه کار کند. جایی کنار مرد را تعارف کرد تا شیرین بنشیند و خودش روبروی آن دو نشست. خیلی که دیر نیومدیم. من خیلی بیقرارم. شیرین سرخ شد. دسته مبل را چسبید. حس کرد تو تاریکی غلیظی شناور شده است. مستخدم چای آورد. خاله بلند شد تا با مستخدم از اتاق بیرون برود. نمیتونم بمونم. باید به 2-3 جا سر بزنم. اجازه میفرمایید؟ مرد بلند شد و تعظیم کوچکی کرد. بی شما غریبی نکنه. خاله خندید. رفت و در اتاق بسته شد. شهرام قوام پوکی به پیپش زد. بالاخره تنها شدیم. شیرین به ناخن شست خود نگاه کرد. مرد دست روی بازوی شیرین گذاشت. تیره پشت شیرین مورمور شد. نگاهش روی تابلوی پشت سر مرد ثابت ماند. تابلو زمستانی سرد و غمناک را تصویر کرده بود. دیواری که کوهه‌ای از برف سرد و سنگین سرش را پوشانده بود. سبیل و موهای مرد اما به نظر سردتر و سنگین‌تر می آمد. شیرین که به خانه برگشت، پدر مثل همیشه کف اتاق ولو شده بود و صدای خور و پفش سر به آسمان می زد. و مادر فقط گفت: دیر اومدی. داشتم دلواپس می شدم. پدرش تمام روز توی آن کتاب فروشی قهوه‌ای رنگ انتظار شب را می کشید تا زودی در دکان را ببندد، دخلش را توی جیب بگذارد، زهرماریش را بخرد و تا وارد خانه می شود همه پولش را توی دست مادر بریزد تا او غر نزند و نوشش را نیش نکند.
بعد لباسش را در می آورد و با دقت جایی آویزان می کرد. دست و روی می شست و کیفور روزنامه‌ای کف اتاق پهن می کرد و بساطش آنجا علم می شد. خیار را با دقت عجیبی پوست می کند، نمک می زد و پره پره توی بشقاب می گذاشت. بعد از استکان اول و دوم که سری بالا می رفت، چنان سرخوش بود که اگر شیرین می گفت قرار است با دوستش کره ماه هم برود، حرفی نداشت. بعد از آن شبهای زیادی شیرین دیر وقت و یا دمدمای صبح به خانه برگشت و پدر را دید یا دمر روی کاناپه و یا تاقباز کف اتاق روی تشکی که مادر انداخته بود افتاده و خور و پف می کند. مرد کناری که به او چسبیده بود دیگر لب در گوشش گذاشته بود. دل شیرین داشت هم خورده می شد. تو صندلی جا به جا شد و با صدای بلند گفت: دیر وقته، بریم؟ علی نه نگفت و پا شد. شیرین هم از جاش بلند شد و حرف پیرمرد را که باز ببینمتان نشنیده گرفت. تو حیاط با خانم صاحبخانه خداحافظی کردند و در همان حال از دور برای جمع دستی سرسری تکان دادند و از مهمانی بیرون زدند.